سلام بچه‌ها، ببخشید من امروز نمیتونم خودم رو تو ویدیو نشون بدم. این خودم خیلی هیجان زده بودم که براتون شب پارک ساسان هم بذارم. این همون دره ساسانه بچه‌ها که روزش رو براتون گذاشتم یوتیوبم. بله گفتم تا اینجاها ادامه داره. هنوز خونه ما پیدا. ببخشید تند بردمش. اینجا حیاط خونه ماه، خیلی شبش باحاله. اون پایین هم اگر ببینیم نمیدونم میبینی یا نه. آقا یه آدمیه با سگش اونجا. آره سگم داره. یه کسی بیقانونی کرده، موتور هم آورده. این پارک معروف به پارک سگ‌ها. بچه‌ها اونجا هم آب جاریه. تو پارک ساسان همه نوع سگی هست و خیلی خوشگله، خیلی بزرگه و خیلی هم خوشگله. بچه‌ها قبلا گفته بودم اونجا توشاله و اینجا الان خیلی سرده با اینکه پاییزه. ما اگه کاپشن نپوشیم حتی نمیتونیم بیایم توی تراس و خیلی باحاله دیگه. حالا من خودم یه دقیقه نشون دادم که گفتم حتی با این که گفتم نشون نمیدم خودمو، بازم نشون داده باشم. حالا نمیدونم خودم معلوم هست یا نه. حالا خب بچه‌ها من خیلی اینجا رو دوست دارم. خیلی این پارک ساسان خوشگله و خیلی هم حال میده. بچه‌ها اینجا سد ساسانه. اینجا که میبینی تاریکه، تو ویدیو فقط تاریکه، وگرنه الان اینقدر که شما تاریک میبینید اینجا رو من تاریک نمیبینم و اینجا اونقدر تاریک نیست. بچه‌ها اینجا دره ساسانه. گفتم حالا اینجا جدی دره است و بازم یادآوری میکنم که اینجاها بچه‌ها نگاه کنیم کل اینجاها سد، کلش سد. اونجا رو ببینید، اونجا عمیق‌ترین موقع سده. بچه اون بالا تو زعفرانیه یه سری سده دیگه اون بالاها. اینجا اگه اشتباه نکنم ولنجک سر در میاره و اون طرفش زعفرانی است. اون طرف حدوداً 50 تا پله میخوره میره بالا زعفرانی میشه. این برم باز پله میخوره. بعد اینجا یه تونل هم هست که به اون طرف راه داره، از زیر ماشینا رد میشه. باشه من یادم رفت زوم کنم. اینجا حدودا یه تونل داره، از اونجاها رد میشه و چیز میکنه. ببین اینجاها یه تونله. آره دقیقا اونجاست که اون تونله میره اون طرف هم یه پارکچه کوچیک هست. خب بچه ها امیدوارم از ویدیو امروزم خوشتون اومده باشه و خداحافظ.